تو یک جایی هستی که هر آن اگر که هویتت فاش بشه جونت در خطره. به خاطر که زنده بمونی مجبوری از همه خودتو جدا کنی. مادرم از سر جانماز پیش از گریه میکرد، میگفت این بچه من از در خونه میره بیرون دیگه برنگرده. خدا عاشق مادرم بودم. وقتی این صحنه رو میدیدم واقعا میخواستم دیگه از سر این خونه میرم بیرون برنگردم. اگه من توی خیابون جا میرفتم به خاطر یه گوشواره توی گوشم یا یه پرسینگ یا یه کم حالت اگه داشتم باقی مسخرم میکردن، هیچ ربطی به جمهوری اسلامی یا دولت نداشت. این مردم بودن که منو آزار میدادن به خاطر چیزی که بودم. Geçmiş güzel günleri. ترکیه فقط برای همجنسگراهای ایرانی نیست که خانه امن شده. از بسیاری دیگر از کشورهای منطقه که همجنسگرایی غیر قانونی است و آخر عاقبتش میتواند اعدام باشد به ترکیه میروند برای همه چیز و از جمله برای مراجعه به دفتر سازمان ملل متحد و پناهنده شدن در یک کشور ثالث. چه شده که آنها فرار را به قرار ترجیح دادند؟ وضع زندگیشان در مدت انتظار در ترکیه اصلا خوب نیست، اما چاره ای نداشتند. انگار جامعه نه تنها پذیرایشان نبوده که سر جنگ هم داشته. یکی از آنها را در استانبول ملاقات کردم. اینجا کلبه نیست ولی خب آره. خیلی خوش اومدی. وقتی که اومدم تو این خونه هیچ چیزی نبود و هر چی که میبینی اینجا، هر چی که میبینی خودم زحمت کشیدم. این روسته رو میبینی؟ خودم درستش کردم. پشت این پرده آشپزخونمه. این پرده رو برای تظاهرات جنبش سبز خریدیم چند 6 ماه پیش. چرا اینجایی؟ برای آغاز زندگی که خب فکر میکنم هیچ وقت اونطوری که میخواستم آغاز نشد. من با حکومت الان کاری ندارم، دارم با مردم حرف میزنم. چرا حتی مردم نمیتونن ما رو تحمل کنن؟ اگه بتونیم چراغی تو دلشون روشن کنیم، بهشون بگیم که بابا جان ما هم آدمیم، حق تصمیم که نداشتیم که. جامعه من، مردم من وقتی که اونجور رفتار میکنن که بهت میگن نباش، مثل اینه که تو قاتلی، میتونی اونجا بمونی. نمیتونستم و این تصمیم رو گرفتم و ول کردم اون سعی که میخواستم بکنم به خاطر اینکه چراغ تو دلشون روشن کنم. اومدم بیرون. خیلی صداش بده، بعد گرمش کنم. پس شما یه پیام بازرگانی چیز ببینید، این 10 دقیقه اینا طول میکشه. در مدت اقامت کیارش در استانبول، کمیساریای عالی حقوق پناهندگان تصمیم میگیرد درباره اسکان او در یک کشور ثالث. ماه‌های انتظار گاهی ماه‌های فکر کردن است به آنچه که گذشته و به آرزوها. این دوتا مجسمه‌ای که درست کردم خیلی دوست دارم. بابا و پسرم عزیزم، نمیخواد چیزی توضیح بدی، من درکت میکنم. این زندگی توه و خودت میدونی که چی کار میخوای بکنی. خودت میفهمی، عاقلی و برات آرزوی موفقیت میکنم. میدونم چی میکشی. از اونجا که ما گیاه شادیم، میخوام یه چیزی خدمتتون تقدیم کنم عزیزان بیننده. درست بعد از ضبط این گزارش بود که خبر آمد مقصد نهایی سفر کیارش استرالیا انتخاب شده. علی همدانی، BBC استانبول.